تقلید چیه میگه؟ قبول قول غیر بلا دلیل. به دلیل قول غیر بپذیر، خلاص هر طرف که تو را کش میکنه برو. اینی را میگه تقلید. و قرآن مزمت از را بیان میکنه. یک آیت نیست، در چندین آیت ها الله تبارک و تعالی سری موضوع رد کرده. چرا؟ این استدلال مشرکین زمان جاهلیت بود در مقابل پیغمبر علیه السلام. امروز تو مسلمان دعوای بندگی الله را داری، دعوای از را داری که من عقیده به کتاب الله دارم، به او تسلیم هستم، اما کتاب الله برای تو دعوت میده خود تو نمیپذیری. ببینید دیگه حالی کدام طرف روان شویم، کدام طرف بریم، از کی گله بکنیم؟ عوام ما را بگذار. ملا صاحب در سر منبر میگه، یک ملا صاحب گفته بود در سر منبر، او مردم فکرتان باشه که کسای جدید پیدا شده داد از قرآن حدیث، شما قطعش دلیل هم گفتن نمیتونه، بسیار مهارت در قرآن حدیث داره و دلیل گفتن نمیتونه، همین مجردی که کلمه توحید در زبان گفت قطع دانگ بزنیشه، قطع چوب قطعتان باشه، دیگر را نداره. کلمه توحید که در زبان گفت. شما باور به الله بکنه، شاگرد امو مولایی را در پیش ما درس میخوان، ما گفتم تو موحد هستی؟ میگه نه 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 نه. بیچاره وقتی که از پاکستان برام خط روان کرد که مولوی صاحب بسیار سخت ما چی شده بودم، ما چرا اینطور بودم، چرا اینطور میگفتم؟ تو بیبی استازش برای این تلقین داده بود که کلمه توحید در خود نسبت نده، خدا موحد نگو. چرا؟ یه شعار او مردمی هستن که وا دعوت به سوی قرآن و حدیث میده. امروز همینطور است. از توحید چقدر مردم بد میبره. در کدام مجلسی که گپ توحید برای یا شور میخوره یا اونجا حرکت میکنه. ما خو الحمدلله اگر مجلسی دستاربندی است، اگر هر مجلس باشه یک شینگ در توحید میارم، در عقیده با سعی میکنی که امی مزخرفین و مبتدعین که مجرد گپ توحید شروع شوه شور ماشور غال مغال میکنه. کسی شاید باشه حاجی صاحب غلام حضرت همینجا است، شیخ صاحب عبدالکریم خواسته در استالف رفته بودیم، دستاربندی حفاظ بود، موضوع را بردم در توحید. شما باور به الله بکنید مولوی صدا کرد، برش بگو بس کو بس کو بس کو، همی گپا را میزنه. گپی توحید سرشان قطعا خوب نمیخوره. چرا؟ یا خود او دخیل هستن، خود او داخل هستن، غرق هستن و توحید خوش نداره، الله پرستی را خوش نداره. خلاص تو دعوت برای الله بده، ای را خوش نداره، دعوت به سوی قبره بده تو را خوش داره. خب چرا؟ کدام دعوت هستی؟ قرآن کریم برای ما میگه وقتی برایشان گفته میشد به با ما انزل الله، آن چیزی را که الله نازل کرده. امروز به می مردم میگیم به آن چیزی که قرآن بیان میکنه. ما انزل الله چند چیز است؟ بگوید دو چیز است، یکی کتاب الله و یکی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما انزل الله داخل است. چرا؟ سنت رسول الله تشریکی است، بگوید قرآن است. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خود قرآن میگه و ما انطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر تشریح قرآن میکنه. پس ما انزل الله کتاب الله و سنت رسول الله است. ما دعوت ما نمیسته و مردم بیه پشت آرا و نظریات احمد و محمود نگردیم که حالا فقط احمد نمی چیزا گفته ولو که در حدیث آمده ما قبول ندارم. از این خاطر علما بعد از اینکه تقلید تشریح میکنه تقسیم میکنه تقلید، یکی به محمود و یکی به مذموم. تقلید محمود کدام است؟ تقلید محمود و نموسته یک عامی چیزا نمیفهمه، میره در پیش عالم از او سوال میکنه و گپی که او برش میگه او را قبول داره. چرا قبول داره؟ همین چرا قبول داره؟ بچه کاکایش است؟ بچه مامایش است؟ به این خاطر که پیسه دار است؟ به این خاطر که صاحب منصب است؟ به کدام لحاظ گپی همی آدم میگیره؟ بگوی شما. به خاطر که آدم به قرآن و حدیث مهارت داره و سخن از قرآن و حدیث برام میگه. خود زمانی که گپی امی آدم معلوم شد که خلاف قرآن و حدیث است، آلی او گپ میپذیره یا ترک میکنه؟ ترک میکنه. اینجاست. تو در مجردی که رفتی از او سوال کردی و سوال از او را جواب از او را تو قبول کردی، روان شدی به مورا، اینی را بنامی اگر با اصطلاح تقلید مینامی تقلید برش بگو، وگرنه اتباع است. چرا این آدم تابعداری از او را از نگاه دلیل کرده یا بی دلیل کرده؟ او از این خاطر کرده که ملا صاحب است، قرآن و حدیث خوانده، به دلیل شریعت مرا اینی امر کرده، و دلیل شریعتی امر کرده، ما باید این امر بپذیرم، عمل سرش بکنم. خود زمانی که معلوم شد برش که امین مرا از دلیل سخن نگفته، حالی قابل اتباع است، در راه از او روان شوه نشوه. ببینه این خیلی فرق واضح است، یکی تقلید است یکی اتباع. اتباع پیروی از کسی، در نقش و قدم کسی رفتن بنابر چی؟ دلیل. او تقلید چی را میگه؟
اتباع یا پیروی و عمل کردن کسی بگوی بلا دلیل. ابن همام شارح هدایه صاحب فتح القدیر رحمه الله او امیر میگه که تقلید عبارت از عمل کردن به قول کسی است که او دلیل، قول از او دلیل بالای تو نیست، حجت بالای تو نیست. قول از او حجت بالای تو نیست او تو تابعداری از او را میکنی. قول کسی که حجت باشه از او پیروی کردن او را تقلید گفته نمیشه، او را اتباع گفته میشه. از قرآن حدیث پیروی کردن، از قول صحابی پیروی کردن، قاضی حکم کردن به 2 دانه شاهد، این قولش حجت است. چرا شریعت گفته که 2 نفر شاهدی بده او شهادتش چی است؟ مقبول است. اینا میگه پیروی کردن، عمل کردن به قول کسی که قولش حجت نباشه، تو از قول از پیروی بکنی، به قول از عمل بکنی، اینی را به نام تقلید یاد میکنه. و اینمی عمل کردن در جواز و عدم جواز، در حلال و در حرام باشه. این بسیار تعریف جامع و مانع است که صاحب فتح القدیر کرده. اینطور نیست که شما در مذاهب علمایشان فقط همینطور، کسی ثابت نمیتونه از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که گفته باشه در هر قول ما شما تابعداری مرا بکنی. به صراحتا قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که با کسی جایز نیست که با قول ما فتوا بده تا وقتی که معلوم نکنه که از کدام جای ما گرفته امامی قول. بیا ولی تو بگو که حنفی تو سیام هستم، در مذهب تو داخل استی یا من داخل هستم، در مذهب تو داخل نیستی. ام قرآن و حدیث ترک کردی، برش پشت دور دادی، نعوذ بالله. و ام سخن امامی تا که تو برش میگی من تقلیدش میکنم، ام سخنم نمیپذیری. چرا امام ابو حنیفه رحمت الله نمیگه اذا صح حدیث فهو مذهبی؟ حدیثی صحیح اگر ثابت شود اون مذهب ماست، امور رای ماست. کسی ثابت بکنه که یک امام مردم گفته باشه که پشتی سری ما بیایه، هر چیزی که ما میگم شما بیایه. نه، میگه تا وقتی که سخن ما در مقابل قرآن و حدیث در تضاد واقع شد، سخن ما را در کجا بزنی؟ در دیوال بزنی. خیر بس دین خوی نمیره. میگه بی به کتاب الله و سنت رسول الله رجوع کنیم، یک اختلاف باقی نمیمانه. با الله قسم دست اینجا میگیریم یا در زیر ناف بگیریم. ما تو امروز فیصله نمیتونیم که این حدیث قوی است یا این حدیث قوی است. این فیصله در روز زمان شده. محدثین امو زمان روایت تحلیل میکنه، بعد از فیصله میکنه که کدام روایت قوی است. بریم دیگه به انصاف تو را به الله قسم عالم هم هستی، کتابای حدیثه خب همینطور بدون تعصب کلش مطالعه بکو که کدام حدیث قوی است. رفع الیدین قوی است یا ترک رفع الیدین، با وصف که مسائل هست که نماز میشه اگر کسی رفع الیدین میکنه گرد گب دستر افضل و عدم افضل است. دست اینجا بسته میکنی یا اینجا بسته میکنی، امین بزرگ میگی بگوی یا خفیه میگی. این مسائلی است که در نماز کسی خلل نمیه، اما کسی که پشت افضل میگرده یقینا انصاف داره. ما به خاطری در اینجا دست نمیگیرم که قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مورد نیست، قول محمد رسول الله خود این مورد است. قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست، قول محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قول محمد رسول الله تو مامور استی از جانب الله اطیع الله و اطیع الرسول. خب گاهی در یک جای نگفته که اطیع چیست ابو حنیفه، در کدام جای ثابت کرده میتونی؟ در کجا گفته؟ مردم باز میگه مولوی صاحب دمی مذهب چسبیده در بدر کرده ما را. نکاح شافعی را با حنفی امی علما نگفته حرام، نماز در پشت یکی دیگهش نمیخوانه. تا امروز امی موضوع نیست، امی افتراق نیست. برو در کتابای نعوذ بالله لعن به امام شافعی رحمت الله علیه وجود نیست. امی را نوشته نکرده که میگه پیغمبر فرموده که در امت ما کسی پیدا میشه که نامش محمد ابن ادریس است، او از اولاد ابلیس است نعوذ بالله. خب بگو در اینطور شخصیت ها تو بنابر تعصب مذهبی اینطور خرافات و اینطور نعوذ بالله طعن و لعن میگی، این کدام دین است؟ این کدام است؟ دیگهش باز هنوز نقلام میکنه، میگه امام شافعی رحمت الله علیه در پالوی قبری امام ابو حنیفه آمد، باز چیست اینجا چی کرد؟ نماز خواند. باز در نماز خود امی دعای قنوت در چی نخواند؟ در بعد از رکوع، قبل از رکوع خواند. به خاطر چی؟ که مسلک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دعای قنوت قبل از رکوع بود او مسلک از او بعد از رکوع بود. یک امام بزرگ دین در پالوی قبر کسی نماز میخونه؟ در هر جای نماز صحیح است، خود در جای نماز صحیح نیست بنابر حدیث. یکی در مقبره نماز صحیح نیست، در پالوی قبر، و یکم در حمام نیست. این حدیث های صحیح است. او کسی که در پالوی قبر نماز میخونه پیغمبر برش لعنت گفته. چطور شده میتونه یک امام بزرگ بیا با در پالوی قبر امام بزرگ دیگه چی بکنه؟
نماز بخوانه. چرا خودسازی و روایت های خود ساخته و پرداختی تانه برای فضیلت بیان میکنه؟ چرا اینطور کار میکنی؟ نه، اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قابل قدر و عظمت است، به خاطری است که عرق ریزی در کشیدن مسائل از حدیث و قرآن کرده، عرق ریزی کرده، مسائل کشیده، از دو خاطر قابل قدر و قیمت است. امی عمل اگر امام شافعی کرده قابل قدر نیست؟ اگر امی عمل اوزاعی کرده، ثوری کرده، اگر این عمل احمد ابن حنبل و امام مالک کرده، اگر این عمل هر کسی دیگر مثل امام بخاری کرده، محدثین کرام تابع کدام مذهب نبود؟ یکی شام تابع کدام مذهب نیسته. اگر وا امی قدر استنباط میکنه، مسائل باب میگذاره. امام بخاری رحمت الله علیه عجیب یک استنباط از یک حدیث در کتاب شما میبینی 30 مرتبه آمده، در 30 مرتبه 30 مسئله را پیش استنباط کرده، باب برش وضع کرده، گذاشته. چقدر فقاهت است، زیرکی است. تو حالی او را قدر نمیکنی، او را عزت نمیکنی. مشکلی نمیجاست که پیش ما باز میگیم 4 مذهب قبول داریم، خو یکی دیگه شه باید عمر هم عمل سرش نمیکنیم. چرا کدام دلیل داری که تو همیشه به قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل بکو، به قول امام شافعی نکو، به قول امام مالک نکو، به قول احمد ابن حنبل نکو؟ کدام دلیل داری؟ بگو برام. حالی اگر انصاف باشه، خو دفع الیدین تو نبی، قرائت خلف الامام نمیکنی، سوره فاتحه را پشت امام حتی در نمازهای خفیه نمیگی. چرا؟ امام ابو حنیفه گفته. خو امام ابو حنیفه گفته، 3 امام دیگه گفته که خونده شوه، تو از یکی را قبول داری، از 3 را نداری. من از مکه ده امام ابو حنیفه خوب میفهمید. یک عالم جید امی وطنیتان در مردم گفته که مولوی سے متوکل است، امام ابو حنیفه کدام مولوی زیاد خدا بالا میتراشه. ما خوب میفهم، مولوی متوکل خوب میفهمه یا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه؟ ما ادعا نکردیم که نعوذ بالله علم از امام ابو حنیفه بلند است. خو از تو سوال دارم، از تو عالم، که خیر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوب میفهمید یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل؟ برو گپ در سری فهمیدن که هست، یکی در معیار ثابت بکنیم که کدامش خوب میفهمید. 1 نفر خوب میفهمه یا 100 نفر خوب میفهمه؟ 100 نفری که زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که پیش از تو سوال میکنم، امام ابو حنیفه خوب میفهمه یا صحابی جلیل القدر ابن عمر رضی الله عنهما، یا عمر، یا ابوبکر، یا عثمان؟ گپ در اگر باشه خو باز دیگه ضرورت به این نیست. اول در ردیف اول میریم در زمان پیغمبر که کی خوب میفهمه.